مدت نبودم املاکا جورم میدادم واسه مشتریام ای پیغوم و پس خون میدادم پولاشون و واسه آگهی و نردبون میدادم خلاصه تو نبودم داشتن خودی نشون میدادم ولی باز برگشتم و با قدرت ادامه میدم من سلطان تجاریم تجاری ها رو فقط به من ارائه میدم پاش برسه فرنگ شهر و کلا اجاره میدم خواستن زمینم بزنم فکر کردن اجازه میدم خیلی دورم زدم ولی بازم ادامه میدم روزی میرسه اتحادیه رو به من واسه اداره میدم تا زمانی هست دنبال تجاری نگر تا زمانی هست ملکا رو تو گرون نخر تا زمانی هست کسی دور نمیخوره تا زمانی هست مالکی ظلم نمیکنه تا زمانی هست یعنی یه بازار تمیز تا زمانی هست یعنی غلام رومیز تا زمانی هست یعنی صداقت تو کار اصلا زمانی یعنی خودش اعتبار بازار